چه گونه صورت گرفت جلب شدن شما با خدمت حربی؟ روزی 15 اپریل سال 2015 ما طرفی صدبرگ نمی طرف مسئله جوی کار اومده ایستادیم همراه پسری عمک ماشین ستارکس خراب کرد ادرونش آدمایی شوکی گرجدنس که خطی فرمادن خیلی هم سلام علیکم خطی شو سلام کردم خطی هم یکم آدمش که دیگه دست موی نکرد بعد کلینیکا بردن ده برای پرویر کردن خیلی رفتیم انالیز بردیم اوزی کردن هم там با طرفا دیدن اومدیم ای کمیسیای نویه سینو گذاشتیم یگون اونتاش یگون چی نگفت که دیگه یگون جو دار میکنه کسالی چی خیلی رفتیم در کمیسیریتی حربی نویه شاه منصور بعد در حین اوزی کردن هم دختره که اوزی میکنه هم گفت که گردو دار میکنه هم زنه که چی تراپی های هم گفت که ایره ممکن است گفت خدمت کردن گفت ایره گفت خدمت کردن ممکن است بخواه افسری دیگه گفت که منه گفت که پیش او دگری دختر برم گفت وزی ما خوازات هم میگیریم خیلی گفتم این میگم ممکن است خدمت ای خیلی کاری کردن نمیدونم سومش دو خیلی کرد گذارم خانون را رعایت نکردن در سوم دادنش هم دیدم افسر ساعتی ساعتی 5 سور کردم بودن پومی شما از کی احساس کردین که واقعا گرده هاتون درد میکنه؟ وقتی در پومیر بردن خیلی سالدت خیلی شگرد مثلا همی سهر ساعت 6 ما برسی رو میپوشیدیم در پوم فرمه وینی همون پلاس ده ای ساعتی 6 میبرمدیم فیزو میشید خیلی فیزو همی فیزارت که میکردیم ستالوی میدرمدیم بعد تو امو آبیده بو فقط شگرد میگیم 11 روز همی حال قطعی خیلی دوام کرد بعد همیشه شب اومدم همیتا پوم ورم هایم خیلی پول نستیدم خیلی پوم ورم هایم چی بوشه گفتم خیلی که دیگه میدونی که چیه خوب رفتم یکم شب سحری خیستم همیتا پوم بولیم بو ورم هایم بو هم تا ورم بو هم شگرد کردم یک تو عبید داده که اوجه دیگه بود تنها هم دستم ورم روم ورم کنم اوجه بدنم پول ورم کنم بعد گفتم که خیلی خیلی وضع سلامتیم خوب نیستم خیلی بردن پیش او فلشر بردن که او فلشر دید خیلی میدونه که او خیلی کسل رو بس سرازا گرفتن گوسپیتال بردن در گوسپیتال پاستیل رژیم هم خیلی یعنی در مجموع چند روز خدمت کردین شما؟ همگی 12 روز 12 روز در چبنی سنتر گارنیزون 12 روز اونجا بودم بعد اصلیش فقط در بالنیسا بودم در گوسپیتال تا جلب شدنتون با خدمت حربی پیشتر شکایت داشتین از درد گرده و دیگر درد؟ ای درد گردن نبوده پس از اونی که بیستری شدین مقام های کمیسریت حربی و دیگر ها با دیداربینی شما اومدن یا نه؟ وقتی در حسابی وینی بدم تا او وقت می اومدن وقتی که آوردن وینی بلیت کاغذ دادن دیگه نه یگون کمک عموما کردن کمک مالی در نظر نه حاضر چی میخواین از مثلا شما رو با وجودی که بیمار بدین بردنتون به خدمت حربی میخوام که هم آدمایی که همین کارو را کردن همین قانون شکنی را کردن موافق قانون باید که جواب بدین مقصد سلامتی مونه که در همین حال آوردن همون حوزی در سود و دگیم رو وستنوی چکنن دیگه خیلی وستنوی چم دیگه نکنن چکو میکنیم دیگه نشوه که یکون خود ما بریم خود کشی کنیم بخویم زندگی کنن در کور یه روزم باشه کن روز فقط میگن که دخترو میگن که گرده علیش کردن در کور یک گرده حوزی $15,000 یک گرده میسته خودش توقع غیری چسبوندنش بود ایجا میام خصوم مقصد اولی کم بغل